سوال این که من نماز نمیخوانم لیکن حج میرم، آیا درست است؟ نیست. حج قبول نیست. امروز حج مود داشته باید به نماز هم رفته است، هم کعبه هم کل کرد، نه کفنشی کعبه هم رسوش نبرودشید کل کرد. تا اول خدا خواهد لا اله الا الله محمد رسول الله بابا پاین اول نماز بخون انشاءالله. خدا خواهد پاین وقت نماز نمیخونی جمعه نخون اینجا. بعضی بچه ها بگه در اینجا جمعه برو، فقط جمعه میمانی. یا اگنتی میانه نه کافه میگون کار میکنن میفروشن مورد کنون یا بانیسته می بچه میگه دامنو که بیست بازمین زدیش من در جمعه چی وقت می زدم هم من فقط جمعه میرفتم. من گفتی کی تو نه گفتم من تو در کار نیستی تا پای وقت نماستم و من دارو بگفتم تو بودی میادش. اگر تو گفتی ما سخنه تا اگر خدا میترسیدی پای وقت نماز اول میخوندی پکرو خانه میمادی اینجا و حج برای رکلام نیست از من حاجی بوام من بالا شنوندم فلان که حج نره تو حج برای منم نره برای جمعیتم نره برای لیلا الله بره. بعد حاجی رفته اومده خدا خواهد عرق داده شده یک ملکه میگه جواب دارم میگه حاجی در میان ایستاده عرق خونه در این خونه دارم نماز خونه این خونه چیه؟ تو به ناموس تو چی رفت آمدی تو عرق خونه جدا کنه شده رکلاف چیه؟ رم برکه او چسکوش میگه استاده میگه تا عرق میخرمی انی خونه دارم تو نماز عرق نمیخرید انی خونه دارم به ناموس تو چی نبرفتی؟ نرایی طریقی تو شهرونده هم نکه خدا خواهد اسلام حاجی نقاصه توی کرسونه اقل توی اقسام نیاره اقل در تون عرق نتیمه ایسا پاش رفته آمده کتا جمعه گشته در میردم حاجی آنه زنه که خدا خواهد نقاصه تشی نرفتی از خدا خواهد تا عشق نه پتر یا بوزه میده قطعا می اسلام نمی نوست نیا نتونی نرفت خدا حاجتی تو نیست. حج رفتی اومدیم خدا خواهد راست شد حج رفتی اومدیم خدا خواهد تماما تصور تمامی فکر دیگه شد آدم ها آرزو کنن هم خونه کبره این نماز هم حاجی آدی بس شما اومده بود در بین مردم جمعیت پیره ها چی خدا خواهد خوب شده نیک شده خدا خواهد انشاءالله تویای خوب کردن ملکای خوب کردن بین جمعیت رفتار و گفتار بجای وی کردن برعکس خیلی انسان میگه برات اون خرد اینجا اومدی تو دیگرگوش نگو چه دیگرگو نگذاره برعکس فقط مینوس خدا بترسن انشاءالله این گفای من بابا دو سخت میرسد لیکن اسلام حقیقت اگو میگه قل الحق فاین کان مرد این برادر نماز نمیخونده میگه من حج میدم تو نچه این رفت تا باید تو گناه به خدا بخشید آدمه که در انده 4 مراتب حج بکنن در یاد اگر این خدا بپیش خمیسان دسته که تو بالکه یا اهل دنیا نقضی بال ای اهل دنیا برای شما که شما در یک ماه 4 بار حج بکنید رو به کدام حج از گفتم این جمعه میخوانی حج المساکین این جمعه رو حج مسکین هست حج بیچارگان هست همینجا حاجی بشه همه جمعه هم نمیاد برزدون میگیره زیاد اینجا باید شما ارگیمن باشه عزیزانی من حقیقی انشاءالله خدا خواهد انشاءالله چی باشه طاعت کننده باشه حقیقی عبادت کننده باشه در برادرسته آزاد است که نماز تعزی خونده شد داملا بعضی وقت میفهمونه از آن من خدا خواهد من کسقه میگم نماز خونه البته تیپ که خدا خواهد مذهب کار کنید ای مذهب بیرون کار نکن مذهبی مونده خیر الامور اوسط هفتگی پیامبر علیه السلام حدیثیه یعنی کارها خوبش بهترش میونه همه سر میونه گرفته میونه تا عبادت خدا انشاءالله
او حدیثی که شما خوندگی ما خدا خدا 10 سال پیش خوندگی اون چیزی که تو میدونی همه میدونن میدونی اونجا تو اومده خدا خدا کلوتوی تنشون نده اگر میبود خدا خدا شما ما از شما از خدا ترسنده تر هستیم اگر همون بوده دیگه تا دست قپیدن میگم میقپیدم سنت اگر منم انشاءالله خدا خدا مستی بود منم ستوی کنسته بود همه میگفتم منم دیگه ما چقدر چیزا میخواستیم برای شما هر جمعه خدا خدا انشاءالله ما یک هفته تیار میکنیم برای شما از رسم اگر میبود من اعلان میکرد من خودم میکردم چون که حال خودت که میگم بعد خواهم بگو میگه خودت که نکردی باید بیکار اگر مسجد نیام من هر وقت اعتماد که میگه داو خودت برم اول نماز جماعت بیاد گرد کردن تقصیه میگی خودت نمیگه نماز جماعت با آدمات خودت تعریف داری میگی نمیگی من خدا خواهد انشاءالله سریعش نماز مکروه اما من کتاب دارم من تعریف یادم نمیگم 5 تا کتابه بعد نماز بیام من خدا خواهد کابینت دارم نشونم بید نکته کتاب تا بیام بید سریعش نماز مکروه این نماز مذهبی مونه 4 لیکه پوچید 4 لیک من پوچیدم اول زویدش خدا خواهد دکو نیستم اول زویدش منمانی نمیده نه بیدعت نمیده و کلوگاری نمیده خدا نشون میدیده تا هم خیلیش خودان دشکی در کارش از پرکرا فراتر میکنه سود میبینم در کنی که همون سود نه ستوی کلیستی که درسته بیچیم پیش مخلوق کنه ای ترس خدا خواهد مسیحه مرداد نمیستی پیش خدا در خدا خواهد بعد چکا میکنی تو کلوگاری میکنی این معنی خدا کشور تا کرد چو تا کشور کرد اینجا خدا خواهد بوکس جو نیست اینجا کرته نیست اینجا نماز میخونی اینجا پیش الله اون سرخم میکنی نماز کدام نمازه که من خشوع نداره خضوع نداره من نماز نیست من امروز ماشین سو میشه 3 ماه خدا کرد ولی تیر نمیخونی داریم این یک تا اگر زنک خطا که پرا نمیتید نماز هم پرا نداره تارت هم پرا چون تارت های پوچی سرده میکنی چون آن پوچی تا بر کلت هم مسکشته بر میتوتا بر دسته چون نمیکنی بگید خلافی سنت های دیگه داریم این بکنوش هم اگر خلافت تارت چپکه بینی همه دیگه سرینی هر کاری که رسول دیگه خلافی کنیش دست زیر ناف مونده سنته تو زنم نیستی زنکای عذر داره تو باشد عذر داشتی بیا بخدا چند کم بگیریم تو هم باشد زنک شده شگر یک مردکی برفته شگر بگی من زنکم چون که در مذهب ما این عبادت مردها زنها فرق میکنن مردها در زیر ناف میمونن زنها بالای سینه شدن تو هم سیکن بالای سینه نمون زنک شد سببش برای چی بالای زنک سینه میمونه چون که دستی بند زنک عورته اگر بلندش کنه عورت برای چی زنهایی تا میکنن چون که بندای دست عورته انجاش کشه نماز فوسید میشه زن تکبه انجاش نخواه خود چوز مکنه انجاش نه اگر هم بندی دست کشه نماز شاید دیگه میکنه دیگه نگه میکنه برای هم عذریش به اسلام هم میشه کنه من تو سنت یعنی بندی دست کشه آیدنش سنت علیقی من 3 حالت نه بندی دست کشه آیدن سنت های در وقت تکمیل تعلیم بستر بعد که اندر پوش شود ترک سنت نشو محکم شود در وقت دعا کردن این بندی دست توی باشد عزیزانی من دعانده دست بندای دستا توی باشد ولی خدا خواهد گوش نرسون این مستحبه مستحبه بوده چیه؟ برو مگر صحابه من میگم من میپرسیم که مستحبه من قویدش میگم احکام شریعت 8 چیزه فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروه مستکره دست برسون تو برابری گوش سنت رسوندنش مستحبه 2 تا عمل اجرا میکنی چون مستحبه نمیکنی مستحبه پیغمبر که این کوره نماز نفل مستحبه روزه نفل گفتن مستحبه چون مستحبه خلافی 8م 1 تا حکم شریعت رو بکر میکنی تو کسی تعبداری که خواهد حکم شریعت رو بکر کنی حکم شریعت گذاشته که 8 عمله یعنی دست برداشتن برای گوش رسوندن مستحبه تا نرده گوش سنت برداشتنش مستحب رسوندنش مستحبه چون میکنی 2 تا عمل اجرا میکنی 2 ثواب میکنی هم سنت هم 2 تا عمل خدا خود 2 حکم اجرا میکنی انشاءالله خدا خود برش نمیکنی
بکن. طبق مذهب امام اعظم خداوند در این مسجد عبادت می شود. یاد نبرد. کدام انسانی که خداوند نفارد نیاد. هیچ جای خجالت چی نیست. امروز قوم پراکنده کرده پرست امروز قوم خداوند رسوا کرده پرست امروز. همین مسجد در طبق امام اعظم شدش که مسجد. اگر اختلاف بسیار شدن گیرد مسجد ها میدارد. انم رسوا که جمعیت هستی. نماز مسجد نقشه گرم شده گشته نه دیهای قدرکا که برا پرس قدری مسجده شرق و بوتا برا پرس میلیون پریدگه دولار می نشده است ما را خدا امکانیت داد به خدا خواهد انشاءالله در این خونه خدا طبق خدا خواهد مذهب امام اعظم عبادت کنم. من فقط روز جمعه دیگه در حق امام اعظم صحبت میکنم و یکم کلیشی پتک شعر میاردم همون حضرت کلیشی پتک شعر میاردم ما شما کلیشی پتک کرد توشه خدا خواهد انشان میاردم اون انسان بینیت خدمت کرده و من خدمتاش میگم تو اگر به یک دوست شکنی خدا خواهد انشان اولیا میشه نمیگی یک تاش میگم 40 سال نماز بامداد و خفتن به یک طورت خون نگه میتونی کنی مرده باشی گو حتی خارج نه طورت نمیشه خواه میره که خدا خواهد انشان طورت نمیگه 40 سال خودش 63 سال 70 سال عمر دیدگی 70 سال 40 سالش به یک طورت نماز بامداد و خفته نمیخوند یعنی خلاصه بود انشاءالله جمعه دیگر من دلیلایی که مثال میگن که به کلیف کش میگم من دلیلای قولیشه چقدر کافر ها به اسلام مشرف کرده که دلیلاشو میگم برای شما یک گروه کافر آمدن که مونده دلیل که عقلی باشه اگه قرآن نگومنده اگه حدیث نگومنده 10 تا سوال نه جواب داده یک گروه پر کافر ها ایمان مشرف کرده خدا خواهد جمعه نمارم انشاءالله خدا خواهد دلیل بارد و شما من ولی من از دانی من خدا خواهد هر یک کاری که میکنین انشاءالله خدا خواهد بیایی طبق خدا خواهد سنت عبادت خشوع کن خدا خواهد انشاءالله من مسجد برای شما نماز تا در وقت بخون خدا خواهد انشاءالله از خدا بوده است یا دیگر دوست دار حرمت کن عزت کن انشاءالله من در با شما باد صدای خدا. آموزش شدن را فراموش نکنید.